این دانشمند یه گلیچ یا حفره تو این دنیا پیدا کرده که ثابت میکنه شبیه سازیه. ویدیوشو ببینید. We live in a simulation and I can easily prove it for you. How can you guys see all of my head movements even though I have this huge towel between me and the mirror? I don't know, and it just light reflecting? It is light reflecting. It's light reflecting off a reality that you guys behind the camera and you are creating because it's being viewed. If you guys were not there to view it just like a simulation, it would save resources and it would not generate that reflection. It goes to the double slit theory. و این یعنی جهان یه شبیه سازی کامله که با توجه به اثر ناظر خودش رو هر لحظه متجلی میکنه. برای اینکه این موضوع رو از لحاظ علمی هم ثابت کنه میاد تئوری شکاف دوگانه رو برای ما توضیح میده که چطور اثر ناظر روی موج یا ذره بودن ذرات و فوتون ها تأثیر داره و میگه به خاطر همین جهان ما یه شبیه سازیه که به دید ما پاسخ میده، خودش از خودش هیچ ماهیتی نداره. بریم با همین آزمایش رو انجام بدیم و به یه ادراکی ازش برسیم. من الان جلو آینه رو پوشوندم ولی شما دارید اون برای آینه منو میبینید و حرکت‌های سرمو کامل میبینید. این به خاطر اون اثره، به خاطر اثریه که نگاه ناظر داره. اگه شماها وجود نداشتید اون تصویر از من اون برای آینه خلق نمیشد و این به خاطر نگاه شماست و این نشون میده جهان یه شبیه سازیه که داره به ما پاسخ میده. تصویر من الان تو آینه نیست ولی شما دارید میسازیدش و میبینید.